چرا با اینکه دارو میخوریم حالمون خوب نمیشه؟ ابن سینا، حکیم بزرگ ایرانی، اعتقاد داشت که درمان واقعی فقط به خوردن دارو خلاصه نمی شود. از نگاه او بدن انسان یک مجموعه هماهنگ از جسم و روح است. اگر این تعادل به هم بخورد، حتی بهترین داروها هم نمی توانند اثر کامل خود را نشان دهند. اولین نکته‌ای که ابن سینا به اون اشاره می کند سبک زندگی است. او میگوید اگر انسان خواب منظم نداشته باشد، تغذیه سالم را رعایت نکند و بدنش در آرامش نباشد، داروها تنها نقش موقتی خواهند داشت. یعنی شاید برای مدتی علائم کمتر شوند، اما ریشه بیماری همچنان باقی میماند. نکته دوم، وضعیت روحی و ذهنی انسان است. از دید ابن سینا، اضطراب، ناراحتی، استرس و افکار منفی می توانند روند بهبودی را کند کنند. او باور داشت که روح ناآرام بدن را نیز بیمار نگه می دارد. به همین دلیل توصیه می کرد که انسان در کنار درمان جسم به آرامش ذهنی هم توجه کند. مسئله مهم دیگر، شناخت درست علت بیماری است. ابن سینا تاکید می کرد که اگر پزشک یا خود فرد علت اصلی مشکل را به درستی تشخیص ندهند، داروها فقط ظاهر بیماری را درمان می کنند، نه ریشه آن را. به همین دلیل ممکن است فرد مدت‌ها دارو مصرف کند، اما بهبودی کامل حاصل نشود. همچنین او به تعادل مزاج اشاره می کرد. در طب سنتی هر فرد مزاج خاصی دارد و اگر این مزاج از حالت تعادل خارج شود، بیماری ایجاد می شود. اگر دارو متناسب با مزاج فرد نباشد، نه تنها مفید نیست، بلکه ممکن است اثر آن بسیار کم باشد. در نهایت ابن سینا به یک نکته بسیار مهم اشاره می کند. بدن انسان توانایی خوددرمانی دارد، اما این توانایی نیاز به شرایط مناسب دارد. اگر ما به بدن خود فرصت استراحت، تغذیه سالم، آرامش و تعادل بدهیم، داروها هم بهتر عمل می کنند و روند بهبودی سریعتر خواهد شد. پس اگر با وجود مصرف دارو حالمان خوب نمی شود، شاید وقت آن رسیده که فقط به دارو نگاه نکنیم. باید سبک زندگی، حال روحی، تغذیه و حتی افکار خود رو هم بررسی کنیم. چون از نگاه ابن سینا، درمان واقعی زمانی اتفاق می افتد که جسم و روح هر دو در مسیر تعادل قرار بگیرند.